چه دنیای مسخره‌ایه که صاحبان بمب‌های هسته‌ای همون صاحبان پناهگاه‌های هسته‌ای. یعنی اگه یه روزی یکی از این آقایون تصمیم بگیره به هر دلیلی یه جنگ هسته‌ای رو آغاز بکنه و دستش رو روی اون دکمه به خصوص فشار بده، خودشون قبل از همه توی پناهگاهاشون پنهون شدن و اونایی که روی سطح باقی میمونن فقط ماییم. فیلم خانه ای از دینامیت یا House of Dynamite جدیدترین ساخته کاترین بیگلو، کارگردانی که احتمالاً با زیرو دارک ترتی و فیلم برنده اسکار هارت لاکر میشناسیدش، بیش از این که دنبال این باشه که یه قصه و داستان مشخص رو روایت بکنه با یه ابتدا، اوج و یک پایان مشخص، بیشتر قراره نمایشی از یک وضعیت باشه. یه موشک بالستیک قاره پیماست با یک کلاهک هسته‌ای که به سمت آمریکا شلیک شده و همین داستان رو ما از 3 زاویه مختلف تماشا میکنیم. ابتدا از نگاه اتاق وضعیت بحرانی کاخ سفید، بعد از نگاه فرماندهی دفاعی و در انتها هم از زاویه دید رئیس جمهور آمریکا. ولی نه به صورت تدوین موازی، بلکه هر بار دوباره برمیگردیم و قصه رو از ابتدا نگاه میکنیم. به همین دلیله که بجز بخش ابتدایی، بخش‌های بعدی از نظر تعلیق داستانی افت میکنن. بیننده احتمالاً تو میانه‌های راه خسته میشه و چون همونطوری که گفتم پایان بندی مشخصی هم نداره، بعید میدونم فیلمی باشه که بیننده عام از تماشا کردنش لذت ببره. کپشن رو بخون و اگه دوست داری بیشتر در مورد فیلم بدونی، پیشنهاد میکنم ویدیوی کاملی که براش درست کردم توی یوتیوب رو بری تماشا بکنی. در ضمن من آرشم، اینجا فیلمولوژیه و یادت نره که اینجا فقط فیلم معرفی نمی کنیم. اینجا با همدیگه فیلم ها رو تحلیل می کنیم. اگه دوست داری بدونی کدوم فیلم ها ارزش تماشا کردن دارن و کدوم یکی ارزش وقت گذاشتن و نگاه کردن رو ندارن، پیج منو فالو کن.